حالا بیوتا بلیت گرفتم авиакасияи шаҳноза бисёр билетҳои арзон ота ҳамин сар парида мебиём хоб майлиш хоб ота хоб ба шумо тавсия медем авиакасияи шаҳноза билет бигиред билетҳои арзон ва боворинок аст дар ватсапшон нависед саломи гарму ҷӯшон аз Абу-Даби Дубай ба шумо мерасонем мухлисони азиз саломат бошен дӯстони азиз дар шаҳри Абу-Даби Дубай қарор дорем насиб бошад наворҳои беҳтарин хандовар ҷолиб пешкаши шумо мегардонем ҳамин хаса кайса бале интизор бошен тамошо мекунед ҳаловат мебаред рафтем инҷа бои хеле свет дӯстони азиз ҳар як лаҳзаҳои ҷолибро мо пешкаши шумоён мегардонем ногуфтанамонад ҳамин хел гармай ки хунукида мемри салом алайкум дӯстони азиз мо дар назди метрои деҳра ҳастем бале насиб боша ба метро шишта ҷои беҳтарин рафтасем наворҳои ҷолиба пешкаши шумо мегардонем бо мо бошед рафтем аз канали мо дур нашавед دلشاد جان سفرها بخیر کام طرف رفتی؟ سلامت باشه بنازی برج خلیف رفتیم دبی مال برج خلیف اونجا بود تمامی چه تماشاگاه باشه یک روز دیگه ما هم برای اول رفتیم نصیب باشه ما تماشا بکنیم شما را ثبت میکنیم پیشنهاد میکنیم سلامت باشه دوستان عزیز در داخل دبی مال قرار داریم در اینجا تمامی تجهیزات‌های برای من همین نوارها کامرا آیفون تمامی تجهیزات‌ها هستن لیکن گرین قیمت‌ها لیکن اینجا نرخ نموش بیاد قیمت همش لباسا و مثال چیا اما برند لیکن زورای جای تماشاگاه جای لباسا میریم جای لباسای ورزشی فکر میکنم همه لباسای ورزشی کمتر ارزان‌تر است یا ما رو میبینن ارزان میکنن ورزش گراوی سلامتی است اینا برادران اینجا در همون تجهیزات‌ها می‌بینی وقتی اینا که می‌خورده آدم در فیتنس خیلی مشق می‌کنه کیسه دی با قوت زیاد می‌گیره ای نکم خیال می‌کنم که ما به هوایم که آدم مشقیه من به همین اما بوش بالای ده گاب نه دلشوجانی اینجا فوتبولکی الهلال نرخش 395 میشه $100 $100 است $20 ممکن است چند دلار این اینجا با فوتبولکای بارسلونا بده 235 فقط با فکر شورتی چای با این فوتبولکاش اللهیده ترس مای برف و باران یا نرخی کیپکا من برادر 180 تا قربان 00 اینا توپای $50 توپای ارزان بو توپای ارزان دلشاد جان اینجا بیا یا فوتبال یا ما فوتبال کی تری یافتم یافتی او اینه چخله ما ده اسود معقوله اسود نه کلون تا همیشه دایتا به طول اول نخیر بی چی میخوانی دست نمیدنه چند میشه باش قربون سومون $70 دیدی گوده کنه $70 نه که ببینی برادر ما که یک جای ارزان یافتگی لباس دیگه دوالی نه اینم خیلی دوستان عزیز امی اکی برا خانش ببینه در تمام دنیا طرفخانه شکارک گفته میاد نشان میده نه تمام دنیا دو بده براک دگم نیست بعدا برای خروکای با مزه داره اکی براک خیلی دگم نیست ما گفتیم که دایی جنا داره که نه در همینجا طرفخانه زور داشته تو سی پیاره در همین بینای بلند میبینه در همین برج خلیف تمام رسمای زوزا را در همینجا میزنن نزدیکت کریستیانو رونالدو مسی شاروخ خان موندگی بدن در همینجا راستی گفت مرا یک هزار کدام بیا که همین ختم زوزه صورت همینجا بزنیم ما گفتم نه
من به خاطر مخلصام همه جا آمدم. همه مخلصای من دیگه میگم تاش نمیشتم سال. همه جا ما پیش خدمت کار کرده سیم که بیا خوراک گرم داریم. سلام علیکم. هی آشخانه بالا. فهمو آشخانه بالا. خوبه خوش آمده. ها بعدش آشخانه بالا. خشرو کجا؟ اجاره خشرو تازه فهمو. یکی به وای مهمونو میاد تازه خشرو فهمو. تمام رئیس میاد مرا خفه میکنه. تمام رئیس میاد که با ای بیمونه و رئیس. تمام. شما هم بوده که احتیاجه. بوده که احتیاجه. بیای مرا ما در بالا گذاره. آو جوشید افسان کو جوشید. همه شونا گذاره. مرحمت بالا. ترجمه بالا. بالا. همه شونا. لبای رئیس. لبای. در اینمی تگی وای چینم داره. تگی همی برج خلیف دایم همیجا در نزدی طرف خانه ام مهمونا رو جو بجو کده سام رئیس. چیکار پاتینجای؟ بیا همیجا دارم. ما شما رو نگاه دارم. بیا. ماره. بالا. قانزان دلشو جون قانزان. السلام. مرحمت گذاشتن. رئیس جان السلام. شما نازه. سوزه. قانزان. من همه دورگی نگاه دارم مهمونا رو خشرو عالم خیل دست پیش بار همشان هم خیل ها. سلامت باشه اکا. ما همین تربیت را همه را شما یاد گرفتیم رئیس جان. همین مهمانا را کارش دلشو جون کی یگون مهمون ایمو خافن روان. نه همه خرسان همه را جابجا کرده است. فهمیدی؟ دست پیش بار خوش اومدید. مرحمت همه رو جای خروج میشنونی. سلامت باشه رئیس جان. رحمت. تمام همه را جابجا کردم رئیس جان. یگون خدمت نیست مودا. دلشو جون. خدمت همه خکی همین دست پیش بار هم مهمون رو خوش اومدید. فهمیدی؟ چی بار رئیس جان تینجای یگون مهمون خارجی میاد چی گفته سی دستو تا پیش بار که ایسوس نه اوقات دینانگیر بهتم شما. گلاندوم وقتی که یکم بار من خیلی هر آدم گلاندوم جون کو نگاه نمیکنم خیلی پسند نمیکنم لیکن ترکی وقتی که دیدم بو خیلی نوش کدیزه ما همه جدا پول نه همه جد ایمای لیکن وقتی که تر دیدم عشق باسم تدا لوبوف سپرو نه گلازالو گلاندوم این میجه دم سپاساتلم این میجه دا وقتی اگه مودم تگی او میشه من همیشه میبرم من که نجات میتیمشن گلاندوم خدا گیرته گلاندوم اکی یک تامی کوفتیم نه یا تریافتیم که بویرم ساعت خش بشم با نوش کده که گلاندوم یه بچه وای غوتید کو Yardım! همیشه سپاسا ترکیه. سپاساتل کی همیشه؟ سپاساتل ما. همی یاردمچی کی همیشه؟ همیشه یاردمچی ما کچوات. اونم جدا ما خوتی دستم دادری او کریم مردم. چون مر یاردم نکردی ادری او براری. تمام مر ندیدی پر بدی. نه دیدم اکا خطا دیدم اکا. بابا چون مر ادری او نرو وردی. اوخی اکا ما او وزیر نمیتونمه. درود و سلام دوستان عزیز. عین حال ما در شهر دبی قرار داریم. بله در نزدیک کشتی دوشونا. یعنی چند کشتیایی که میبینید تمام علم مسافرها که در اینجا هستن علم مردم از تمام دنیا هستن. تاجیک، ازبکستان، منا هندوستان، خیتای تمام جا هستن. مردم گرفته اینجا بلیط میگیرن میشینن 2 ساعت در درون علم بحر میگردن آدم. برج خلیف نگفتن نماند. تو برج خلیف برده با تمام با هم خسائر گشت کرده تو با همینجا میای قریب 2 ساعت در داخل خوراکا میدادن اوقات میدادن تمام همش در همون بلیط داخل میشه آبها میدادن شو کنسرت برنامه‌های سالی نوی بله نگفتن ما امشب شب سالی نو است همه به خاطر برج خلیف در تگ و یک سلوتی بلند میزدن همه در تگ هوای انتظار سلوت میشن همه کسی تماشا میکنیم برنامه شو حلاوت میبریم اکی قربان همین قزورا دارم کتیبا بره خاک مردک زویزای نمیگردن نه براو سلامت باشید رحمت شناختن بله سختی باید شناختن میگه صورت بگیرم نگفتیم دوستان عزیز اکی صدی خواهش میکنیم 1 4 مصرع سرود یا 6 مصرع فرق نداره
خوش آمدی ای دل ستان ای مشتری آسمان درون در رقص در دوران چشم سرودن من کن آشیان دیگر مرا دیگر مرا دیگر مرا دیگر مرا بکشم بناد روزی لا دا 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 سر دا. زلفی مشکرنگا بکشم بناد روزی سر زلفی مشکرنگا ندیم زی دستیم بود اگر آورد بچنگم ندیم زی دستیم بود اگر آورد بچنگم سری زلفی تو بگیری سری زلفی تو نگیری با مرا اگر نترسم زیت چشمش و خوچنگم هی. یه چرخ و فلکی یه مرا با چرخ آوردی آواز گوش کردم باور که حلاوت شم بود قریب خشون همون لطکه پرد ای آواز شیرین اکا بهتر اینجا تماشا داریم باور کنی نه یکم ترک ترس دیم اکا نه ترسوندن مونا باور که اکا یکم در همین نو کیلوت که در همین دری او رفت بالا برو من السلام علیکم سلام گرم جوشان تاجیکستان سلامت باشید سالی نو یک تا اوپل بخرم کسی پیاده باشه تو خانه شب ببرم میفارم در سالی نو همه خانه دور شوه بیچاره ای کم بغل کیسه هوش پول دور شوه میفارم در سالی نو راه کیرو ارزان شوه یک قبچه دلار بیا در خانه مهمون شوه میفارم در سالی نو یک دیگر را ببخشیم ما همه هنرمندیم دایم یک جای باشیم میفارم در سالی نو کیسم پول دور کنم یک تا لکسوس بخرم بطر سوار کنم میفارم در سالی نو تر دوبای ببرم ره پولی کی ندارم حیرانم کی ببرم میفارم در سالی نو برم تر تیارچه ترو تا او سکنی تر کنم یک موچه میفارم در سالی نو تر برم رسیه آچم نکی روزی نیست میگمانش نبیم توبه کردم و نو بیرون گفت میرم با دارم میام نیم ساعت شدم میرش ندارم یک کجا شد در این شهر دوبای در شهر کلون بخدم بور یکم آمدم باور که همین میگن همین دخترها باور نکنید در حقیقت روز بده اینو من کجا میام خینه توبه سگ زگ لبی جای یاره که نک زگ لبی جای تا تر نشود سه برگه های لبی جای این یاری مرا خوابش برده لبی جای ها دکوانت یه پاسه تو پیش نو پیش اکنی پیش نگاه کردن نکن تو ماشیق دیام دستی ولی دیام دستی تو نگاه کنی چون میکنه کوری نمیبینی خود تاجیکی اکا اصلا ما تاجیکو مادی اکا توزی اکا اکا ما خیلی آدم میایی سوشه نگاه میکنه باید همه خیلی میکنه که زدم از قریب اگه اونجا تا بخشیش اگه اونجا تا زدم اکا خود دیجه اگه اون پشتلی اون پیش کن کار میکنی نه اکا ما همه طرف خانه دا کار میکنیم ما پیتزا کشا کیم اکا پیتزا کشا؟ همه خوراک تقسیم میکنیم همه دا پیتزا تقسیم میکنیم هم خیلی تینجه دیگه سرگردون اکا باور که اکا این هم طرف خانم نام خطی عروس نشتگی بدون خودی تاجیکستان گفتم دوبای تماشا بیارم شد گرفتم آوردم شد همین طرف خانم نشتم گفتم میان دقیقه بیرون میرم بیام نیم ساعت شد قریب یک ساعت میشه برو من نیست گم کنم در این شهری معلوم اومده که جا میوم گیرن اکا گیرن اکا
گیرانک میویم شاکه چخیلی بود وای مثلا چخیلی بود عروس شما کوفتی کم جور آکا مردم هم جراینا موسن نگاه میکنم موسن نگاه میکنم می آخی این شهر کلون کلونش بی من نمیدونم کجا برم گوش کاکا ما همینجا دا کار میکنم دو سالسی در همینجا ماکا ممکن که آزم میو نه که موز یک چی در کار همون نشونه شکل زن چخیلی عروس نشونه شکلی مثلا عروس چخیلی که ما یک بینم شب بشناسم شما دا میگم شاکا آکا نشونش چیه نشونش من مثلا نوری همین گفتم شما دا چخیل فهمونم چهرهش فهمونه چخیلی چهرهش شما ما دا فهمونه با مثال که میبینیم همون چهره من میبینم من شما دا کام میزنم ماکا چهرهش چیه چهرهش اگه خودت نمیدونم اگه جو غلطی دیگه گوش که مرا چهره چی میشه من مثلا عروسی من یه عروس داشتم عروسی من مثلا قشاش قشاش غوث خشوع که با نزدیک خط همین دبی در لواش با تکس کردم لوا خشوع من کلون اکا با بوز بالای قد بلندای موی سری دراز داره اکا رنگی مورا اکا موی سرش خشوع زیبا همین عروسی من همین خشوع قد بلنده همین خیلی دا اخن ما 5 سانتی متر بلنده اکا خشوع عروسی من مثلا همین گفتم خودت چه خیلی باشه همین رو مده بگو ای اکا چون میکنی عروسی مرا بیا عروس تر بکوه bu fırığı böyle katamarama mı kaldı tadırınıyor? Vay sebi baba. Ya mümkün nes bala uca çıkırıma da ya taya olması da bala memoli. Şey yor hiç yine mi gelmeye devam ediyor. Vay ke bu pılç. Ne hamit ya pılçan odada gideceğim ya pılçan odada gideceğim ediyor bes. Ya ka. Ya akıl sari assalomu alaykum bu mam doza desem egum pılçan odada kedroma desem. Ya خشنه میفهمی آقا همین سومشان آدوده دویده درآمده و بوز کردی دلشوجان سوز تینجی هیچ نمیفهمی تینجی نسل سوزد نصره نه پد دلشوجان خیلی شد که مازم نیست مازم گریختای اوبازی اومدی نه اوبازی نه همینجا اومدم که همین دری آب بدرم اوبازی نکنم کم تر همین عصبم خراب شده یه چی اگه من حیران شدم میگم برای تو همین شما ساعت 3 میشه ما زنگ میزنی دوی شام میشه ما زنگ میزنی تینجی یا هفته شد هولو دمی ما میترسونی تینجی باشه دلشوجان باور کنی نکنید چند خشید که شوی دروز مر خو نمیبره عصبم خراب شده عذاب کشیدم باور میکنی هم خیلی عذاب کشیدم باور که دلگیر شدم اگه گوش کن مرا وقتی همین ساعت 2 3 شام میشه با کو چی غم و دردی داری چی پرابلم داری چی مشکلی داری کو کا ای همین دروازه بیرون که دروازه رو پوش خورا همین چی خمی داری دارم ای دروازه بیره کنم بیره کاکا ای دلشوجان تو دیوانی چی خم ساعت 3 شام زن مای دروازه بیره میکنم بالا بر یه پاشنا اینا برادرو چیستا آشی مندی همین خیال سکا بله اینا باور که مردمی توجیک در آنها میشه بسیار مردمی نغزن که مهمان نوازن ما رو دعوت کردن اومدیم آشی مندی میخوریم یکا ماندیشون همین رقم یک ایده دوستان عزیز این همین بارچه که مایده ختی میکنم جنون میشه انا که دوستان عزیز این آشی یمنی ماندی میگن اینی چاپوتیشون های اگه چاپوتی خود موندنه میرویا نکه همه چی را روی خمون گرفته گیم مرده گوریده چاپاتی توجیکی بله میگوی خلای قمره کده گه برادران عزیز از چند نفر پرسیدم گفتن که از همه خوراک دوست نداشتنی مردم عرب همین نمودی تعاون بوده یعنی که آشی مندی ها اکا بله یعنی در جای خمون پیش آش بولیون میارن ایجاد بولیونشون این هم خریب داری و کنیشون هنگی چیچیویتسا مرجمه که ترکی ایشه بودرینگ میگن جای ما دا مصطفی جان کاری گوشت مایده که این برادر ما مصطفی نام داره بسیار بچه که خوبه باور کنید طولی 3 روزه 4 روزه ما رو تمام جو میبرن مهمانداری میکنن غیر این مصطفی با چندین برادرای توجیک ما رو چند روزه مهمانداری داره سلامت باشه زنده باشه بسیار آشی بولازه بومازه بله نه آش نغز اکای سادی روسی گپ مده او که معقول نشید مده گوره مده آش خودمون معقوله حقیقتا رقم یکی در دنیا رقم یکی شکر هزاران بار شکر خوردم نگم آشی توجیکی با بهترینه ها اکای سادی نکه احسن آفرین به مردم شرفمند تاجیکستان که در تمام کره زمین کار و فعالیت میکنن که امروز ما را قریب یک
سه چهار پنج روزید که مهمانداری میکنن اینجا فایرو میکنن اونجا فایرو میکنن بازار و ایس و مغازین و احسن آفرین الان خیلی ما باید دوست و برادر باشیم در کجای نباشیم که یکدیگر را دستگیری کنیم دست یکدیگر رو بگیریم بله باور کنیم ما یک کرتا که گوش تنمون پیدا شد بله وقت طول 3 روز در همه جایم تمام جا بردن وقت مردم تاجیک بهترینن مهمان نوازن صنعت دوستن دوست می‌داریم یکدیگر همین خاصه که بله. نگفتن امانت بهترین سخن است که ما هر بار در همه جا میگیم تاجیکستان با پیش